اپم در عین حال در شهر مکه مکرمه قرار دارند. درباره همین اعتکاف پرس گفتند که آدم اعتکاف ششتگی میتواند طواف کرده. بله میتواند، فقط کوشش کند به طواف بیرون مسجد برآمده ندرآید. یعنی آن زینه هایی که در داخل حرم است، در داخل مسجد، همون لسنسه ها، زینه ها که فرآید. فهمیدید؟ یعنی که از حرم نبرآمده طواف کند. برای آنکه یک وجب هم بدون عذر برآمدن ممنوع است، مگرم مثلا برای قضای حاجت رفت، طهارت کرده آمد و یک باره به طواف وارد شد، مثلا از دری طواف در آمد، اجازت است در این صورت. لیکن فقط در اعتکاف نشسته باشد و خواهد که طواف کند، یعنی که فرآمدنی باشد به زینه هایی که در داخل مسجد است، به همانجا فرآید. بعضی برادرها وقتی نماز تراویح طواف میکردن، بعد سوال میتیان که تراویح بهتر است یا ویتر؟ آخه طواف بعد تراویح هم میشد. برای چی تو در عین تراویح طواف میکنی؟ طواف یعنی راهگردی هست. بعضی آدما در یک جا هنری نشستن ندارند، یک جا راست ایستاده یک و نیم ساعت نماز میخونی، هنری هر کی نیست. اما طواف این مثل سیر و گشت است، راه میگردی. عین وقتی تراویح طواف میرفتن، این کار نادرست است. شما نماز تراویح خوانید، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی شبهای قدر نماز گذارد. درست است که طواف در خانه نماز است، لیکن شما نماز تراویح خوانید. آخه 24 ساعت طواف نمیکنید که. نماز تراویح خوانید. این وقتی که امام سلام داد روید طواف کنید و بیایید و عمده با منتظری نماز قیام شوید. نماز قیام که خوانده شدید روید رفته طواف کنید. بعد نماز بامداد تا پیشین بسیار وقتی خوب است برای طواف. هم یعنی تشنه میمونید، یعنی هوا گرم میشد، هم ثوابش بلند است، هم طواف خالی میشد، هم شما یعنی که نمازاتون در وقتش میشد. و کوشش کنید طواف کسی کردنی باشد بعد نماز بامداد شروع کند، یا مباشرتا بعد نماز پیشین، بعد نماز عصر. یعنی اگر شما طواف کنید و تا شام تمام نمی کرده باشید، طواف وزنین باشد، ندارید. یعنی بهترش اینچنین بعد شام طواف شروع میکنید، تمام نمیکنید، خفتن میشد، در قدی راه میمانید. بهتر است که وقتی که خفتن خوانده شدید، تراویح خوانده شدید، بعد فروید طواف کنید، بعد قیام طواف کنید، بعد بامداد کنید، بعد پیشین کنید. نه بعد عصر هم اگر اقام باشید و تیز شده می آمده باشید، بعد عصر کنید، بعد شام نکنید. بعد شام وقتی تنگ است، خاصتا زنهای از طواف می برارند. بعد کوشش کنید خواهرانی که در حرم هستید در یک جای نماز خوانید که برای مخصص برای زنها خاص کرده شده است. یعنی در بین مردها نماز نخوانید. بعضی جاهای میبینید زنهای مردها اومیخته نماز میخوانند، اون نماز باطل میشه، نماز مردها خاصتا. بنابراین مردها زنها که نفهمید، شما از پشت این خیلی زنها گریزید، و جای خاص خالص جایی که مردها هستن اونجا روید. زنها هم میخواد به جایی که خاص کرده شده برای زنها، دیوالهای موقتی کردی، دیوالهای جدا کردی، هم پلاس مسین از آهنین است، همونجا روید گذارید خانید، آهسته از نظر مردها دور، آرام، در صف پره، در بالای قالین. چون میکنید در برای سنگ قاق در بالای خنوب نماز خوانده. هر جای خوبه برای تو اختیار کنید و نماز خوانید. خلاصه سوال برادرم این که طواف کنیم یا نه؟ بله طواف کنید، بسیار عبادتی خوب است. کوشش کنید از حرم بیرون نبرایتون، خاصتا آدمایی که در مدت 10 شب آخر سفری خانه کردیتون. غنیمت دانید، از راهی دور رفتید، مبلغ صرف کرده رفتید، ثوابی بزرگ به دست بیاریتون. در طواف شدگی تلفن بازی، مشغولیت با تلفن، این کارای نکنید.